السلام علیکم داملای عزیز، همین شعر خلقی را تحلیل کنید. آیا حقیقت دارد یا نه؟ این برادر سیوم بار شد همین شعر می نویسد و 3 بار ما فکر کردیم که حاجت به جوابش نیست، که بسیار ضرور بوده است، که بسیار گشته و برگشته یک شعر خلقی بوده است که ما و شما میگوییم یک مکر زنی لاشه صدها خرابار باشد، 100 مکر کند شیطان شاگرد زنک باشد. آیا این حقیقت دارد؟ راستی بار به حقیقت خیلی نزدیک است، خیلی نزدیک است. زیرا رسول اکرم حدیث دارد که حضرت ابو سعید خدری الله اعلم حضرت حذیفه روایت میکند که پیغمبر ما و شما گفتند الدنیا حلوة خضیرة فإن الله مستخلفوكم فيها فينظر كيف تعملون واتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة كانت في بني إسرائيل في النساء. پیغمبر ما و شما گفتند دنیا چی شیرین است، چی زیبا است، لیکن شما فراموش نکنین ای بندگان خدا که خداوند شما را در دنیا برای امتحان فرستاد و نظر میکند به شما که چگونه در دنیا عمل میکنید، چگونه حیات خودتان را سپری میکنید. در دوام پیغمبر گفتند از دنیا و از زن سخت بترسید، زیرا که فتنه دنیا و فتنه زن چه فتنه سختی است. محدثا که این حدیث در صحیح مسلم وارد شده است در شرحش میگوید که این شاید همون فتنه که در بنی اسرائیل بود، مبتلا شدن هاروت و ماروت باشد. هاروت و ماروت که این فرشته های خدا بودند که اینها قصه دارند. اینها وقتی بر روی زمین آمدن و نزد خدای خود وعده داده بودند که ما تو را با پررگی عبادت بکنیم، از عبادت تو هیچ سرکشی نمیکنیم. این فرزند آدم خون میریزاند، فرزند آدم عاصی است، فرزند آدم گناهکار است. وقتی که خداوند با این هاروت و ماروت میگه نفس داد، نفس انسانی داد، شهوت داد، وقتی اینها را بالای زمین که پرتافت و اینها از دست یک زن گمراه شدن هر دهشان. و امروز در تمام دنیا دشمنان اسلام برای مسلمان ها را شرمنده کردن، برای اسلام رخنه کردن، فقط فتنه زنها را استفاده میکنند. برای همین این یگان جای تعجبش نیست. این معنای او را ندارد که اسلام زن تحقیر میکند، بلکه انشاءالله من صحبت های ممکن جمعه های آینده از حق زنها صحبت کنم که زنها در اسلام چه حقها دارد. لیکن فتنه شان هم خیلی فتنه کلان است. اگر ما به تاریخ نظر کنیم، حضرت حسن فرزند علی از دست زن زهر داده شد. زن او را گمراه کردند. نبیره پیغمبر خدا بود حسن، که رسول اکرم چنان حسن دوست می داشت که حتی راویای حدیث می گویند که از میان بالای حسن گویا که پیغمبر ایستاده بود، اینقدر مانند بود. همین حسن را از دست زنش زهر داده شد. با دست زنش، با دادن پول و مال، با وعده کردن منصب و جا، عاقبت شوهر خود حسن نبیره پیغمبر خدا را زهر داد. یا اگر تاریخ بلعم نظر کنیم، بلعم حضرت شیخ بودند، از دست زن از دنیا بی ایمان گذاشتند.
یا شیخ برسیسار هم اگر در تاریخ ها نظر کنیم، از حساب فتنه زن از دنیا به ایمان گذشتن. چی فتنه های کلان کردند، چگونه بزرگهای را از راه اسلام بیراه کردند. از این خاطر این شعر البته حقیقت دارد و پیغمبرم فرمودند شما بسیار احتیاط باشین از مکر زن، از فریب زن، از حیله های زن. دوره های میگد امیر المؤمنین حضرت عمر بود. یک زنی میگوید نزد حضرت عمر آمدند و خواستند یک فتنه را زنده کنند. آمدند و نزد حضرت عمر گفتند ای عمر، الحال یک مرد بالای من خواست که یک کار نادرست را یعنی زنا را برپا کند. من خودداری کردم، من از دست او رها کردم. لکن گفت اگر عمر باور نکنی، گفت ان همین جامعه که میبینی آب سفیدی که در جامعه من، همین آب منی همون مرد است. حضرت عمر وقتی این دیدن حیرت ماندن. باید که اون کسی که دست درازی به سوی این زن کرده بود و باید جزا دادن در کار. در حال حضرت علی را دعوت کرد. گو علی، گو رأی تو چیست؟ فکر تو گفت در همین گفتار زن چی هست؟ میگوید که یک مرد بالای من هجوم کرد، من از دست او نجات یافتم. اگر باور نکنی مرحمت، گفت جامعه من تر است، همین آبی که میبینی آب منی همون مرد است. حضرت عمر که پیغمبر روایت میکند انا مدینه العلم و علی بابها، من شهر علم هستم، علی دروازه همون شهر هست. علی که بسیار آدمی با سواد بودن، با علم که بودن، گفتن عمر، گفتن خدا ترا رحمت و مغفرت کند، یک مقدار آب خنک بیار، بالای این آب گو می پرتاییم. اگر این آب یخ کند یا سفیدیش نمایانتر شود، این آب تخم است. اگر در پرتافتن آب خنک اگر این آب روانده شود، نابود کرده شود، این راست میگوید زن، آب منی است. وقتی که آب خنک میگه آوردن در جامعه همین زن که ریختن، با مجرد ریختن میگن این آب یخ کرد، این سفیدی یخ کرد. علی گفتن که به خدا قسم، گفتند این آب منی نیست، این بلکه چی است؟ همون آبی که در داخل تخم است. گفت این همون است. گفت زن بعدا اقرار شد، گفت در اصل گفت همین بود، مرا فریفته کردند تا که اون مرد شما جزا دهین، مرا پول و مال وعده کردند، من این عمل انجام دادم.